آقا توجه بفرمایید. الان آسانسور حرکت میکنه میره به سمت بالا و برق قطع میشه. الان برق آسانسور قطع شد. این نکته رو دقت بفرمایید دوستان. به هیچ عنوان استرس نداشته باشید، هول نکنید، اقدام به باز کردن درب کشویی نکنید، چون آسانسور الان یه تکانه هایی داره میخوره، رفته رو مود اضطراری خودش، یا خودش رو میکشه به طبقه بالا یا به طبقه پایین تر. ببینید به هیچ عنوان نترسید. موقعی درب کشویی را باز بکنید که 5 تا 10 سانتی متر خود درب اتوماتیک باز بشه. اون موقع شما اقدام به باز کردن درب کشویی بکنید. اگر الان بگیرید زور بزنید در رو باز بکنید، سیستم از رو مود اضطراری خودش خارج میشه و شما توی آسانسور گیر میافتید. ببینید من صبر میکنم، خون سردی ما حفظ میکنم تا ببینید این موقع خود درب کشویی به صورت اتوماتیک 5 سانتی متر باز شد. حالا من میام درب کشویی رو به راحتی باز میکنم. خوب دقت کنید، آسانسور اومده روبروی یکی از طبقات وایساده، شما به راحتی درب آسانسور رو باز میکنید و از آسانسور خارج میشید. در غیر این صورت دوستان اگه هر حرکت دیگه انجام بدید شما بین طبقات گیر میکنید و مشکل براتون به وجود میاد. پس زحمت بکشید تا موقعی که درب کشویی 5 تا 10 سانتی متر باز نشده شما اقدام به باز کردن درب نکنید. و این عمل حدوداً یه چیز حدود 5 تا 10 ثانیه طول میکشه تا سیستم مود اضطراری خودش انجام بده. با تشکر.